بالاخره بسته من رسید. به اینجا توجه نکنین. بذار پرده زیر چشمه. اصلا حالم بد شد. همه این آب شده. در این حد هوا گرم بوده که این آب شده. 600 تومن اینو پول همین بود. اینم این دستگاه وکسشه. این دستگاهشه. یکی از اینا داره. بعد این برندشه. دردش هم تنظیم میشه. من چون ساعته که دارم از گوشی استفاده میکنم و لپتاپ و همه اینا، دیگه گفتم یکی از اینا سفارش بدم و استفاده کنم از پرده زیر چشمه و گفتم اول از این برند استفاده کنم. نمیدونم خوبه یا نه، ولی خب اول از این تست کنم بعد برم سراغ یکی دیگه. اگه این خوب نبود طبق معمول در بشم این تو هوای گرم آب شده. این چی شده؟ این سالمه. امروز شنبه است، 20 تیره و من میخوام تمیزکاری کنم. قراره همه جا رو بشورم، بسابم و جارو بکشم. الان اینجا تو این تیکه ما 4 اتاق داریم که میخوام جارو برقشون کنم. این رنگ اتاقم جدیده، قبلش یه چیز متفاوتی بود، الان اینه. بالاخره جارو کردن یه اتاق تموم شد. هنوز چند تا اتاق دیگه باقی مونده. یک این روبرویه و یکی این پشتیه. اینجا جایی که باید دوباره بیام و مرتبش کنم. انگار ترکیده و فکر میکنم تمیز کردنش 1-2 روز طول میکشه چون خیلی وقت ازش استفاده نشده. و این خریدایی که اینجا میبینید همینا شده 18 تومن. بله. Worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. The tears are filling up their glasses,
no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very